برادر عزیز، دوستان خدا ما گفتن غم دین خور، غم دین است. همه غم ها سروزتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. تو دروغ نگو، تو غمخوار نیستی، تو غمی را میخوردی، تو انسان به حالت می آوردی. تو فراموش نکن که این سؤال پروردگار روز قیامت از تو میکنه، از کجا این درآمدت بود و این پول تو در کجا صرف کردی. اونجا به نام پروردگار برای تو شرمندگی است، خجالت است که گویی پول من $400 شاید صرفی 8 من به آبرو کردم. چی جواب بگو؟ اینا همش اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. این آیت قرآن ابو هریره میگه پیش پیغمبر خدا خواندن، حبیب خدا در حال میگه گفتن ایسته یومئذ تحدث اخبارها. بدانین این اخبار چه اخبار است، بدانین که این زمین چه اخبار پیش خدا را میده. برادر عزیز، آیت شب شما را فریب دادن، شما آدمای ضعیف ایمان، شما آدمای بی‌غیرت، زمین 10 بر می جنبد، تا روز خواب نکردی، از پیشگاه پروردگار را میترسی، از پیشگاه خدا را میترسی. تا روز کودکاتون در دست کوچه به کوچه گشته که زمین می جنبد، از زمین جنبی ترسیدی و از شدت روز قیامت میترسی. پیشگاه خدا در راست بود کند و گوید ای نام تا نمیگیرم. اونجا نام هر کس با همون کسب دنیایی فریاد کرده می شود ای زیناکار پیش گذر. نمیترسی؟ بدانیم بود پیغمبر خدا یومئذ تحدث اخبارها، روز قیامت زمین اخبار میدهد. بدانید این اخبار چه اخبار است؟ گفتن نمیدانیم. الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناست، ما نمیدانیم. حبیب خدا گفتن ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا و كذا في يوم كذا و كذا. ببینید روز قیامت این زمینه که بالاش در این روز بی پروا گشته است. برادر عزیز، برادر عزیز، تو را خدا مبلغ داد، شرایط داد، دولت داد، به خاطر آن داد که تو برعکس کوشش کنی که برادرایی که بیزنن، خواهش زنگیری دارن، زن کن. دخترایی که شوهر نمیابند، برای ما شوهر یا شوهر بر در جای کار مخصوص مشغول گردان. این از کار تو. و پول برای فساد کردن نیست، پول برای بی آبرو کردن دخترای مردم نیست.